اگر این اتفاق بیفته بسیار اتفاق منفی خواهد بود. یعنی اون قطعنامه‌های هفتگانه‌ای که در بند 7A این قطعنامه 231 بهشون اشاره شده و ترمینیت شدن، لغو شدن، نه اینکه مثلا تعلیق بشن اینها، اونا کاملا لغو شده که یک اتفاق بسیار مثبت و بی سابقه در تاریخ شورای امنیت بود. یعنی این دستاورد بسیار مهمی بود. اینا اگر برگرده، اینها حاوی یک سری به اصطلاح ترتیبات و تصمیماتیه که تک به تک میتونه تأثیر بذاره و من حیث المجموع هم میتونه تأثیر بسیار منفی داشته باشه. به طور کلی من حیث المجموع چه تأثیر میتونه داشته باشه؟ تأثیرش این هستش که اون مبنای حقوقی سازمان مللی شورای امنیتی علیه ایران اعاده میشه، احیا میشه. ببینید قطعنامه‌های شورای امنیت ویژگیش این هستش که تمام کشورهای عضو سازمان ملل مطابق ماده 25 منشور باید بپذیرن و اجرا کنن. الزام آوره و به خصوص اگه تحت فصل 7 باشه که ضمانت اجرایی هم داره. این هستش که این تمام کشورها، همه کشورهای جهان ملزم هستند که به این تحریم ها عمل بکنن، قطعنامه‌های شورای امنیت. در صورتی که تصمیمات تحریم های آمریکا یک جانبه است و فقط از طریق تحریم مضاعف کشورها رو میتونه وادار بکنه. این در واقع اگه احیا بشه یه مبنای حقوقی ایجاد میکنه که بر اساس این مبنای حقوقی آمریکا میتونه تحریم‌های یک جانبه خودش توجیه بکنه، اروپا میتونه تحریم‌های یک جانبه خودش رو توجیه بکنه. صرف نظر از این اثر کلی که داره، وقت مورد به مورد باید بگیم. مثلا قطعنامه 1929 حاوی تصمیمات بسیار نامناسبی است برای ایران. مثلا همین که میگه که همه این قطعنامه‌ها غنی‌سازی در ایران رو ممنوع میکنن. یعنی اولین اتفاقی که میفته این هستش که غنی‌سازی که بر اساس برجام پذیرفته شد که در یه حد ایران داشته باشه و بعد این اندورسمنت شورای امنیت، تایید شورای امنیت رو گرفت با 2231، این منتفی میشه. یعنی غنی‌سازی در ایران غیر قانونی میشه از نظر بین المللی. که خب این مسئله بسیار مهمیه. بعد مسئله این هستش که حالا موارد مثلا برنامه موشکی ایران ممنوع میشه با یک تصمیم الزام آور شورای امنیت. یعنی تصمیم بسیار، حالا فرصت نیست جمله بندی هاش کاملا مشخصه که این یک تصمیم قطعی و جدی و الزام آور هست. کل برنامه موشکی ایران. یا مثلا تفتیش کشتی ها رو اجازه میده، کشورها رو تشویق میکنه که کشتی هایی رو که از ایران حرکت میکنن یا عازم بنادر ایران هستن و میتونن در آبهای آزاد اینها به اصطلاح جلوشون رو بگیرن و به وارد عرشه بشن و تفتیش بکنن برای اطمینان از اینکه حامل اقلام غیر مجاز نیستن. حالا اقلام غیر مجاز هسته‌ای، اقلام غیر مجاز موشکی، اقلام غیر مجاز مرتبط با تسلیحات متعارف، اینها همه ممنوع میشن. یک چیزی که ممنوع میشه اون 9 رده تسلیحات هست که در 18 اکتبر 2020 تحریم بین المللی از روش برداشته شد در پی برجام و اینها اگر این قطعنامه‌ها اعاده بشن، تحریم این به اصطلاح محصولات نظامی، تولیدات نظامی، یعنی تسلیحات چه ایران صادر بکنه و چه به ایران صادر بکنن ممنوع میشه دوباره، که این ظرف این 5 سال گذشته دیگه ممنوعیتش برداشته شده بود. و حالا موارد ریزتر عدیده دیگه هم هست که حالا چون فرصت نیست دیگه من وارد اونا نمیشم، ولی اهم مواردش، مهمترینشون اینایی بودن که خدمتتون عرض کردم.